سلام برابکس یوتیوب. امروز یه ویدیو داریم براتون با آرمین از ایتالیا. آقا منم سلام میکنم به همه سابسکرایبرهای عزیز دوست داشتنی مثل خودت و خیلی خوشحالم که داریم با هم دیگه گپ میزنیم. دمت گرم. آقا دیروز اولا اومدم خونه، این پاشا هی میگفتش که بابا خرس میبینم، بابا خرس دیدم. بعد اصلا خرس از کوچه من رد میشه، تو خونه من یه راهش رد میشه، یه دیوارم کشیدیم دیوارا رو میشکونه، 7-8 بار کشیم 7-8 بار شکونده. یعنی خرس خیلی جدی میگه آقا من اینجا میام، دیگه مشکل خودتونه دیگه. من راه رو باز گذاشتم میاد و میره. خلاصه آره خرس روش قویه. بعد چند روز پاشا هی میگه آقا من خرس میبینم گفتم دیگه میشه که دیگه خرس میاد میره دیگه. مثلا ما 8 سال زندگی میکنم خرس رو یه بار دیدم، چجوری میشه که تو امروز مثلا 9 بار دیدیش؟ بعد دوباره بچه اومد گفت بابا صدای تق تق میشنوم. بعد من میگم خب اصلا چیکار کنم با این اینفورمیشن؟ صدای تق تق میشنوم، خب یعنی چی؟ میدونم چی دیگه. گفتم خوابیدم و بلند شدم دیدم النا میگه که خرس آشغال همسایه رو آورده تو حیاط ما پاره کرده و کلی آشغال ریخته و ما باید بریم آشغال یه نفر دیگه هم تمیز کنیم. گفتم خب اوکی، دمش گرم. برگشتم به ونکوور دوباره. آخ جون زندگی شروع شد. بعد رفتم تو دوربینا نگاه کردم هیچ آشغال نیست تو حیاط. گفتم حتما یا النا زیادی گفته، خبری نیست. اومدم بچه‌ها رو ببرم بیرون، با هم بریم ناهار بیرون، چون ناهار تو یخچال بود. من حوصله‌ام از یخچال بزنم تو مایکروویو. النا میگم یا غذا باید روی گاز باشه من این کار انجام بدم یا ما میرم بیرون. بعد گفتم بچه‌ها بریم بیرون. بچه‌ها که پایه و دویدیم رفتم بیرون، دیدم این بغل خونه آشغاله، پر آشغاله و اون راه هم که بهت میگم که میشکونه، خب مرز منو همسایه است دیگه. یه دونه آشغال تو مال همسایه نیست. اول که این آشغالا رو دیدم گفتم که اوکی الان میرم یه خورشو میریزم تو سمت همسایه، نصفشو حداقل اون تمیز کنه چون آشغال هست دیگه. من اون تمیز میکنم، نصفش میذارم تو مال اون، بقیه‌اشم خودم تمیز میکنم دیگه. اون سمت خوش نکنم تمیز کنم. یه حمال بازی کثیف. رفتم دیدم یه دونه آشغال طرف همسایه نیست، همش اینجاست. گفتم خب دیگه من دیگه نمیتونم آشغال بریزم اونور دیگه، چون هیچ اونور آشغال نیست، سیستم به هم خورد. بعد فکر کردم نکنه اون این کارو کرده. چجوری میشه خرسون همه رو روی مرز خورده؟ یه دونه آشغال اونور نیست، این هم مثلا 50 تا تیکه آشغال اینور است. گفتم خب بذار آشغالی رو در بیارم که آشغالا رو برداریم بریزیم توش. آقا آشغالی رو در بردم، دیدم دیوار پشت آشغالی و خرسه کنده. یه دیوار چوبی قوی ها، گچ مچ و اینا نی. این تق که بنده خدا میشینه این پروسس دیگه خرسه شو مثلا چه بودم 2 تا 3 تا این دیوار رو میشکونده. برای همین همش خرسه رو میده، چون خرسه اینجا بوده. استخدامی بوده، چی کار داشتم اونجا؟ هیچ میگم کلی ناراحت شدم که این به حرف بچی گوش ندادم. گفتم برم اونجا ببینم چی میگه. چون گفت یعنی تق منو. بعد رفتم دهن خرسا سرویس میکردم خدا وکیلی. بعد دیگه دیوارو کند و اینا دیگه. دیشب با پاشا رفتیم آشغال. بعد دیشب که رفتیم آشغال جمع کنیم من نشستم اونجا، گفتم پاشا این ریسپانسیبیلیتی تو تمیزش کن. گفت چیکار کنم؟ گفتم من توضیحات نمیدم دیگه، خرس اومده خونه‌ت حلش کن. بعد نمیدونم اون لحظه داشتم فکر میکردم همه زرار زدم که اینا بچه‌ها بپرسن، اگه میشه تو کامنت به من بگین. من نمیدونم، به نظر خودم اینجا کار خوبی کردم، کار بدی کردم. چون من می‌خواستم به پاشا مسئولیت یاد بدم، کارو بهش یاد بدم و اینا. بعد ازش میگم نکنه مثلا من فقط دارم رو لشی این کارو میکنم. من نشستم اینجا دارم پاشا رو صندلی نشستم، من باهاش حرف میزنم، اونم داره تمیز میکنه. هی مثلا میگه بابا اینو نکن چه کثیفه اینا. میگم اوکی پاشا الان داری تمیز میکنی. میگه مهم نیست چی تمیز کنی، دستکش بس همین دستته. بیلو وردار رو بریز تو بیل، بریزشون توی سطل آشغال. بخیر دارم خواستم نظر بچه‌ها چیه راجع به این. من به نظرم این بود که کار خوبی دارم میکنم به عنوان یه پدر. خودت هم یه مقدارشو جمع کردی یا نه کلش رو دادی پاشا؟ ببین 95% پاشا جمع کرد. 5% من مثلا آشغالی که میآورد بیرو میریخت، دو تا آشغال اینجوری مثلا باد میزد میافتاد. بعد از اینا داشتم که اینجوری میزنی دست خوش باز و بسته میشه. من با اون دو تا رو میشم سر آشغال. من در این لول آشغال راش تکون میدادم، میورم جلوی خود مثلا بیل آوردم بهش دادم، مثلا خودش با دست میگم بیا با بیل بردار. اوه چه فکر خوبی، راحت شدم، ظرفیت رفت بالا. بعد که تموم شد با هم رفتیم اون دیواره رو ساختیم دیگه. رفتیم و
من چوب آوردم و بعد گفتم که کاش یه دونه چوب بزرگ داشتیم بریم از هوم دیپو بخریم. بعد پاشا گفت من تو حیاط یه از این چوبا بردم بیارم. گفتم جون مادر خیلی عالیه. آورد و چوب عالی بود و چوبا رو زدیم و سفتش کردیم و خرسه که برگرده دیگه عمرن بتونه این یکیو بشکونه. بعد النا خیلی حال کرده بود با این موضوع. النا اومد خونه گفت اون پشت شکسته رو درست کردی؟ گفتم آره. گفت خودت همون رفتی افتادی به جونش با چکش و پیچ و دریل و اینا رو ساختیش؟ گفتم آره. بعد گفت وای خیلی سیه که انقدر تو مردی. حالا اینو پاس کن. میسم هستش که از آنتاریو ویدیو درست میکنه تو یعنی تو کانادا با هم ویدیو داریم. میسم هم داشت با من صحبت میکرد یه بار این حرفو به من زد. گفت من بیشترین ریاکشن رو از خانوما وقتی میگیرم که یه کار اینجوری انجام میدم، یه میز درست میکنم، یه دیوار برمیدارم، یه دیوار میسازم. میگفت دخترها شروع میکنم. آره برای من خیلی عجیب بود. حالا چون برای من خیلی راحته. حالا من اصلا توی همچین حالتایی نمیگیرم، برعکس من تو کارهای خونه خیلی میگیرم از خانم. مثلا آشپزی میکنی، ظرف میشوری، پی میکشی، این کارهای اینجوری که میکنی مثلا یه صوت به به مثلا خوششون میاد خانوما. حالا من همین رو فکر میکردم ولی کاملا دروغه. ببین خانوما چون کلا من یه قانون دارم، هر چی میگن اون ورشو باید بشنوی. هر چی میگن، یعنی خانم میگه به به داره دروغ میگه. ولی هیچ وقت نمیتونی بفهمی آخه خانم چی میخواد. تو هیچ شانسی نداری که بتونی بفهمی چه اتفاقی داره میفته. مثلا بعد کار میکنی بعد ببینی واقعیت چه اتفاقی میفته. یعنی میثم میگه آقا من ویدیو میذارم خونه تمیز میکنم، بهم مثلا انقدر اتنشن میگیرم از فنا. بعد میام ویدیو میذارم که مثلا دارم آشپزی میکنم، انقدر اتنشن میگیرم. بعد میام ویدیو میذارم که دارم مثلا یه میز درست میکنم یا یه پنجره رو وصل میکنم، بعد میگه نه 2 برابر 3 برابر، میگه مثلا یهو 15 برابر میشه ریسپاند مردم. گفتم واقعا میگه؟ اصلا نمیتونی باور کنی سوی. اصلا میگه خودم روز اول وقتی مثلا ویدیو دادم همین حرف تو رو زد. گفتم چیه یه جای کثیف من دارم مثلا چیز میشم، چوب میره تو دستم، عرق کردن دارم کار میکنم. بعد گفت اصلا نمیخواستم ویدیو رو بذارم. بعد میگه گذاشتم، گفت من ترکید. بعد دیشبم من این تو ذهنم مونده بود که چه جالب. بعد دیشب اینو تو شیشه خانومم دیدم، چون من کار فنی که انجام نمیدم. من خب من اینا دارم انجام بدن، بچم کاری ندارم بکنم که یا خرس اومده دیوارو شیکونده. من نگاه کردم گفتم خب این باید امروز درست بشه، چون امروز درست بشه خب خرس دوباره میاد، راسو میاد، نمیدونم موش میاد، هزار تا اتفاق میتونه بیفته. بس من باید یه کاری بکنم واسه این. من خب بس باید برم هوم دیپو شرور بخرم دیگه. بعد که پشت تمیز کردیم شانسی اون پشت 4 تا چوب بود. حالا از کجا این چوب اومده من نمیدونم. چوبای کلفت و حسابی. چه جوری بارون نخورده، چون یه گوشم بود بارون هم بهش نمیخورد، سالم مونده، مثلا باور نکردنی. خب من اینا رو برداشتم تو رو هم یه خورده بهتر کردم، بعد یه چوب اضافه آوردم، اضافه ساختم، بیشتر سیکرش کردم، جاهای دیگه هم پیچ زدم که دوباره سفت‌تر بشه، اگه خواست جای دیگه بشه با سخت‌تر واسش بشه. یعنی خیلی کارست این کارو کردم من. 35 بار ها. بعد النو اصلا نمیدونی واو چقدر کار سختی. همون روز که مشکل رو پیدا کردی با فاصله 1 ساعت درستش کردی، تو واقعا مردی. من چقدر خوشحالم که تو مرد منی. مثلا من جونم چیکار کردم من؟ تو هر روز 3 وعده غذا میپزی. میدونی چقدر اون سخت داره تا من حمالی که تو 6 سال یه بدون پیچ زدم. چقدر حال کرد با این موضوع. اینو خواستم یه اطلاعاتی بود خواستم اینو پخش کنم بین بچه‌ها از این استفاده بکنن. حالا میدونی من از این چی میگیرم؟ من وایب انسان‌های اولیه رو میگیرم و به نظرم هنوزم این وایب توی ما هست. میدونی این غریزه‌ایه. مثلا حالا شاید چون این دیواره به خرس و اینجور چیزا هم ربط داشته، تو رفتی مثلا برای محافظت از خانواده این دیواره رو دوباره جمعش کردی. اون خانوم بهش این حس داده مثلا بزنیم به سالها قبل که تو غار و فلان و اینا شاید مردا این کارا رو میکردن. هنوزم این داستان وجود داره. من خودم خیلی دوست دارم این فاز جدا بودنه. ولی خب خیلی جالب بود. من خیلی برام جالب بود که اینقدر این کارهایی که مثلا تکنیک اصلا نمیذاری. من خونه رنوویت کردم همین 3 ماه پیش. کل خونه رو کندم درست کردم از اول. یه خونه‌ای که کاملا همه چیش اوکی بود. یه خونه‌ای که مستاجر داشت
مستاجر به خاطر اینکه بچه دار شدن، حامله شدن. خیلی جالبه تو این خونه من و النا حامله شدیم موموکو رو، مستاجر بعدیمون توش حامله شد، مستاجر بعدیمون توش حامله شد، مستاجر بعدیمون توش حامله شد. این یکی هم که اومدم بهشون گفتم آقا سورپرایز دارم براتون، قراره بچه دارشین. گفتم اینجا داستانش هر کی میاد اینجا میذاره. حالا در اصل اینا حامله شدن به خاطر این رفتن، یعنی گفتش که آقا ما 2 خوابه میخوایم یه اتاق واسه بچه داشته باشیم، خونه 2 خوابه میخوایم. یعنی خونه در این لول خوب بود. من رفتم تو این خونه $25,000 خرج کردم، یه خونه 1 خوابه، همه چیشو آپگرید کردم، هیچی که لازم نیست، همه چی هم برو بزن و بکشن و فلان، با کارگر بغلشون وای میسادم اینا. خب مثلا یک دونه استوری از این وجود نداره، ولی مثلا من تکنیکلی باید همه اینا رو ویدیو میکردم و استوری میکردم و رنوویشن روز اول، رنوویشن هفته اول، رنوویشن هفته دوم، به جون همه روش بودن. وای سهیل رنوویشن خیلی جالبه. من فکر نمی‌کنم مثلا انقدر برای آدمو جالب باشه، مخصوصا برای خانوما منظورم، مثلا برای پسرا شاید فکر نمی‌کنم انقدر چیز داشته باشه، ولی این کارو می‌کنی نه خانوما. حالا شاید حتی اون دیواره از کل اون خونه واسه خانم جذاب‌تر هم باشه، یعنی اونو کلشو میرفتی مثلا میارسی مثلا براش اینجوری نبود، ولی اون دیواره یه داستان دیگه پشتش. من چی میگم نه تو رنوویشن هم میشه. مثلا یادمه حتی همین تورنتو که بودم زنگ زدم بهش گفتم که آره فن داریم خراب شد، فنشو درست کردم. و گفت مگه تو بلدی فن دستشویی درست کنی؟ آره دیگه، میری بالا اونو در میاری، پیچشو واز میکنی، برقشو آنهوک میکنی، میاری پایین، میری نوشو میخری، بعد همه این کارا دوباره اون وریشو میکنی. خواهی نه بلد بودی نمیخواد که بکنی. بعد مثلا براش مثلا چیز خیلی جالبه برات هندی باشی یک کارو. البته الان که اینو میگم یادم اومد، روز اولی که من النا رو دیدم این سوال از من پرسید، گفتش که اگر تو خونه امروز یه چیزی خراب، نه چی گفت اگه یه تابلو من بخرم بگم بزن به این دیوار چند روز طول میکشه بزنی به دیوار؟ گفتم 5 دقیقه. یعنی همون رو میکنی؟ گفتم آره دیگه، میخ با بزنم چیه داستان؟ بعد اینجوری کرد، یعنی که مثلا به تو بگم تو چقدر پلستینه بزنی، تو بگی 1000 کیلو، یا 1000 کیلو، و بگی آره دیگه میزنم 1000 کیلو. اوکی. این فقط نمیخوام چون الان وزن ندارم تستت بکنم، حرفتو قبول میکنم، ولی فکر نمیکنم داری راست میگی. این وایب بود که از النا گرفتم. حالا شاید النا خیلی براش این موضوع مهم بوده، ولی میگم میثم که من گفتش که از فن به، چون میثم فالوور زیاد داره و اون از رو فالوور زیاد گفت من بالا پایینشو دیدم. این یه چیزی که مثل که خانوما خیلی علاقه دارن، یه خورده مردا اگه میشه یه دریلی دستتون بگیرین دادا یه میخی بزنین، دوست دارن. یه میخی بزنین جواب میده. ای بختتون باز نشده؟ نه پولداری میگه که بگو محمد بیاد بزنه. یعنی مرد، ما حداقل من فکر میکنم که اگه من خیلی قوی بودم میخو خودم نمیزدم. اگه من تای پولدار بودم 5 تا کارمند داشتم، یکی از کارمندام کارش میخ زدن بود که این تابلو کج صافش کن. من ببین چه مردیم که اینطوری میکنم، 2 تا کارگر میان این کارو انجام میدن. الان مثلا من رفتم تورنتو به یه نفر $1000 پول دادم که بیاد یه دونه پرده بس کنه به اون ور بالکنم. پرده رو خریده بودم و فقط یارو بیاد میخش بزنه، چون من حوصله نداشتم فکر کنم که الان بعد کدو بزنم و اینا. برای من بود که من انقدر الان گنگم بالاست که $1000 میدم یکی بیاد واسه من 2 تا میخ بزنه. ولی خانوما اینو اونجوری نمیبینن. خانوما میگه اون گنگش واسه که خودش بتونه بره میخره بزنه، یعنی مثلا اگر پولم داره نباید این کارو بکنین. حرفم به اوناست، اونی که مثلا میفهمی چی میگم. الان اینو که گفتی من یه چیزی اومد تو ذهنم. من خونه قبلی که بودم با پارتنرم زندگی میکردم، بعد تابستون پشه ایتالیا سرویست میکنه، پشه‌های گنده هم خیلی چیز عجیب غریبی هست. این پنجره اتاق ما توش خراب بود. خب من این تنبلی میشم مثلا عوضش کنم و بعد اینجا هم همه کاراشون خودشون میکنن. مثلا وسیله میخری خودت باید نصب کنی، سرهم کنی فلان. دیگه یه روز من جمعش کردم آقا بریم پنجره رو مثلا ردیف کنم. یه توری من گرفتم اومدم زدم رو پنجره همین. بعد مثلا شب اومد خونه پنجره توری داره، مثلا کلا 5 دقیقه وقت برده بود واسه من. بابا تو اینو چه جوری درست کردی؟ این مثلا فعلا مثلا اینجوری که کاری نداشت دیگه. توری خریدم یه دونه این چسبا زدم و چسبا طرفو دارمش بالا دیگه. مثلا خیلی حال کرد. مثلا بابا ایول دمت گرم راحتون کردی فلان. خودش هم نمی‌کرد این کارا رو.
نمیدونم، شاید همینه. آره داده همینه. بچه‌ها رو یه حساب باز کنین، حواستون باشه. یکی سرعتش مهمه، یکی اینکه خودت بکنی. اگر بعد یه ماه بکنی ارزش دیگه نداره. اگه همون روز بکنی، خود بکنی، یه کردیتی میگیری که اصلا انگار مثلا قول شیطون رو شکوندی. آره دیگه نباید خیلی جالب بود. خب آقا، ولی حالا واسه ریسپانسیبیلیتی که دادی به بچه‌ت من موافقم. قبل اینکه بریم سراغ ایتالیا، من دوست دارم کلا به نظر من باید به مسئولیت بدی به بچه. بذار خوش باشیم. اون آدم باشا تو ادامه بده حرف تو. به نظر من باید این کار بکنی، چون من اینو دارم میبینم که بچه‌هایی که مهاجرت میکنن میان ایتالیا، نه همه ولی خیلی ها سویل اینطوریان که مثلا طرف یه نیمگاه هم درست نکرده تو خونشون و پدر مادر بچه رو لوس بار آورده، حالا اومده اینجا گیر کرده. حالا یه تخم مرغ نمیتونه بزنه. می‌دونی؟ پاش از سوال دارم. اول سلام کن به بچه‌ها. سلام. دیروز که من بهت کار دادم گفتم آشغالا رو همه رو تمیز کن، مسئولیت خودت می‌خوای چیکار بکنی، هر جوری می‌خوای خودت بکن. ازش چه چیزی داشتین؟ تو چه جوری راجبش احساس کردی؟ به نظرت گفتی که من انقدر مردم که بابام به من کار داده، تو گفتی که دارم خونمو تمیز میکنم، تو گفتی که بابا داره از من کار میکشه، تو گفتی که من قوی میشم، خسته میشم. چی بود تو مغزت الان که داری بهش فکر میکنی؟ چی یاد گرفتی از دیروز؟ من اینجوری بوده، مثل اول شروع کردم کار بکنم، از اول خیلی اینجوری گروس بوده، برای دیگه یه کوچیک یارم رفته. گروس بوده؟ آها. برای من حال به همزنی بود. آها. برای من یه کوچیک برای دیگه یارم رفته از اونایی که کار میکردم. پس یاد گرفتی که اگه یه کاری توش به حال به هم زدنه، آدم توجهشو پرت میکنه، یه کارشو تموم میکنه. پس چیز خوب یاد گرفتی. اوکی. نه دارم میپرسم، فکر می‌کنی چیز خوب یاد گرفتی یا فکر می‌کنی اگه دفعه دیگه نمیخوای من این کارو بهت بدم؟ نه فکر کنم که چیزی خوب گرفتم. بیا بالا. مرسی. سوال اقتصادی سوال اقتصادی